دوستان عزیز سلام علیکم. با شما هستم خودیت شراز که مستر شرکت اتمی در برای نمی پاستا بسیار سوال میده. نگاه کنید. پاستا شرکت اتمی یک چند نمود پاستا داره. در آینده ما شما را شناس میکنم. ای همه مشهورش انامیه. بخاطر که در کمانده های ما کار میکنن با خصوصیت های دیگر هم میدونن که برای چی استفاده میشه پاستا. میتونید کامنتاری دا بنویسین و نگاه کنید. پاستای شرکت اتمی یکی از محصولات های بهترینش به حساب میروه و نرخی دسترس داره. هسته 5 تگش برای یک اویله کلان و هسته 4 دانگه میدهچش. اگر شما شرکت اتمی در نو رجیستراسیون شدید و میخواید محصولاتش بچشین، حتما ای پاستا آغاز کنید، برای که در زندگی شما همه روزه این چیز در کاره و این چیز وقتی که شما استفاده برده حتما شما در محکوم میشه. پاستای شرکت اتمی 100% تازه اکولوژیکی یگان کراسیتی ندارن. خیلی خوشبو کننده یا که شیرینه کبوتر خیلی نیست. گلی بی پراستای برای چی؟ وسپلینی دندونا را میگیره. به حد فایده ناز داره. سوژه دخانیا خلاصه 100% کفالت شده. یک بار خریداری کنید شما در حتما محکوم میشه. کسانی که حاضی پاستا میغلطیده، کسانی که حاضی در کمانده ما رجیستراسیون میشوند، انا نمود پاستا یک دانه توفه میکنیم چون در زکازی یکمش 5 تگانه 1 تگه. برای رجیستراسیون و همکاری در شرکت اتمی رقم ما در بنویسید. برای دسترس کردن این محصولات شما میتونید ما در نویسیم، ما شما در پرر میفهمونیم.